در کابل 2 روز این جانب 10 نفر بر ضد قبول پیشنویس لایحه قانونگذاری گردهمایی تشکیل کردند که به سابق وکیلان مردمی افغان امتیازهای خاص مد نظر می‌گیرد. این لایحه را مجلس پایانی پارلمان افغانستان پیشنهاد کرده بود، ولی روز 15 ایول مجلس بالایی آن را رد نمود. در لایحه وکیلان مردمی پیشنهاد کرده بودند که آنها 1 عمر با محافظان مسئولیت از تعقیب جنایی و معاش بهره‌مند باشند. در شهر کویت پاکستان مکتب بچه‌ها به نشان اعتراض به بسته شدن مکتب‌های مواجه با تهدیدهای جنگجویان با شمع و قلم‌هایشان راهپیمایی نمودند. ماه‌های اخیر در پی تهدیدهای جنگجویان حکومت ناحیه پنجگوری ولایت بلوچستان پاکستان چند مکتب دختران را بسته بود. همچنان در شهر پشاور پاکستان منصبداران محلی اعتراض دستجمعی بر ضد رژیم تامین برق را سروری نمودند. مقامات محلی ادعا دارند که حکومت مرکزی پاکستان حق عادلانه ولایت خیبر پختونخوا را فراهم نمی‌آورد و در نتیجه ولایت با کمبود نیروی برق روبرو شده است. در پاکستان عادتاً رژیم 12 ساعته تامین برق عمل می‌کند. در مسکو تخمیناً 2000 نفر در مراسم ویدا با والریا نوادورسکایا جمع شدند. او 12 ایول در سن 64 سالگی در یکی از شفاخانه‌های پایتخت روسیه وفات کرده است. نوادورسکایا بار اول در سن 19 سالگی به خاطر ترغیبات ضد شوروی بازداشت شده بود. سالهای اخیر نوادورسکایا آشکارا بر ضد سیاست‌های حکومت روسیه و از جمله اشغال کریم صدا بلند کرده است. در پایتخت گرجستان تاجرانی که مجوز فروش دارند یک راه را بسته از مقامات طلب کردند تاجران بدون مجوز را از حق فروش محصولاتشان در آنجا محروم کند. اعتراضگران میگویند تاجران بدون مجوز مال خود را ارزانتر فروخته بازار تاجران رسمی را کساد میکنند، ولی از این تاجران به دولت فایده نیست زیرا آنها انداز نمیسپارند.